بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسلام کمانگیر هستم از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان فنوج، بخش کوتیج. خود کوتیج هم میشینم. بنده سال 1395 تقریبا 2 سال در حال تحقیق بودم. البته قبل شیعه شدنم بنده یه سنی شیش آتیشه بودم و یکی از موقعی که مثلا مولوی عبدالحمید می اومد بنده یکی از محافظینش بودم. مثلا بنده احادیث تو مساجد کوتیج، مثلا مسجد محله، یا میرفتم چه خانمم مال استان کرمان بود سورگاه میرفتم اونجا، مثلا من یکی کاری که خیلی دقیق انجام میدادم این بود، احادیث سنی رو با زبونهای مختلف همینجوری نگاه میکردم، مثلا ترجمه هم میکردم و مردم خیلی کیف میکردن و هر وقت من جایی میرفتم امکان نداشت کسی دیگه رو بذارن احادیث. مثلا من میرفتم کوتیج با زبان کوتیجی نگاه میکردم، ترجمه دیگه نیازی نبود فارسی بخونم و ترجمه کنم، با همون زبان کوتیجی میخوندم. و رمشک میرفتم با زبان رمشکی، مثلا من زبانهای متعددی بلد هستم. بلوچی این پیش رفت تا زمانی که دورانی بود که ریگی خیلی دیگه ترور میکرد. اون موقع ما هم تقریبا از رمشک و کوتیج 12 نفر رو انتخاب کرده بودن. اون 12 نفر دیگه داشتن کار میکردن روشون، مثلا فیلم‌ها رو می‌آوردن و ما نشون میدادن و نگاه میکردیم و رو کم بهتون بگم اون دوران ما مثلا عشق میکردیم با سر بریدنش، چون که ما رو شستشوی مغزی کرده بودن که اینا کافرن و هر کسی اینا رو شهید کنه انگار جهاد کرد.